خوش اومدید به قسمت دوم پادکست کیلیکم. من هست شما هستم، میتونید سلام کنید خارجی. همونطور که تیز کردم در آخر قسمت 1 میخوام که تجربهم رو از نوحه و روزه شروع بکنم. خاطراتی از بچگیم دارم که توی ایران بودم و نوحه روزه بود، ولی نه خیلی خاص. خانوادم اونطور این چی میگن مشتاق به روزه موزه میدونین اونجوری نبودن که مثلا فلان و اینها. داستان خیلی خاصی از بچگی ندارم براش، اما به خاطر همین اخیراً یک تاریخ مذهبی بود در اسلام شیعه، بهش فکر کنم محرم یا میگفتن، یا اگه محرم نبود متاسفم ولی فکر میکنم بود. نکته اینه پسر خالم چون میدونه من این مدلیم، براش خیلی جذاب بود که منو ببره به هیئت. برد هیئت و ببینید از پسر خالم اجازه گرفتم که اوکی این چیزا رو بگم. گفت آره، چون که نمیخوام کسی رو توهین بکنم، اما بعضی از آهنگا خیلی خفن بود. لزوما کاری ندارم که داری چی میگه، خیلی هاشا نمیفهمم ولی خب حسین میفهمم دیگه. خب بعد او گاد دستم خورده میکروفون اگه در ویدیو نمیبینید. anyway نوع گفتن حسین در اون نوع آهنگ و موسیقی، به خصوص اسم حسین خیلی خوب جواب میده. مثلا وقتی میگفت سین بعد از هم من مثلا اینجور دارم که به طور آخه من اصلا کلا آدم موزیکی هستم و من اصلا اون لحظه اینجوری دارم که مثلا میخواستم اینجوری کنم مثلا. بعد تا اومدم مثلا تا یک کوچولو حرکتی شد، مثلا پسر خالم منو میشناسه دیگه. خب اینجوری بود که ببین نکن این کار نرقص. بعد گفتم آره آفنسیو میشه. ببین آخه اصلا میخوایی که باهاش میخوای تکون بخوری، میدونی چی میگم؟ اصلا یک چیزی بود. بعد این با اسم حسین خیلی خوب جواب میده. مثلا نمیتونی مثلا بگی خیلی راحت علی میدونی، مثلا سین مثلا خیلی خفن شده بود. بعد بعضیش خیلی سلو بود، اونم اوکی بود، اونم جالب بود، ولی بعد دوباره یهو ریتم اون پشت از بک‌گراند گروه‌هایی از مردم بک‌گراند وکال های سن می اومدن، اصلا حالی میداد. بعد من رفته بودم خونه، بعد پسر خالم خونه پسر خالم رفته بودم، بعد راه میفتم تو خونه، میگفتم سین تو خونه دیگه. حقیقتا باش میرقصیدم. من قطعا قصد مثلا بدی ندارم، قصد مسخره‌ای، قصد چیز میزهای اون مدلی. من فقط اینجوری هم که خیلی حال میداد. نوع استایل موسیقیش اصلا یه چیز توپی بود، میدونی. بعد از اون موقع مثلا لیترالی رفتم سرچ کردم دوبس ترین آهنگ نوحه روزه‌ای، با یعنی میک شور کردم که سین داشته باشه روش. بعد یه دونه پیدا کردم، یعنی از کی بود، توش میگفت مثلا هیدر و اونم مثلا جالب بود، ولی مثلا سینش نداشت اونقدر، میدونی، مثلا سینس دیگه است. ولی در یه موقعی توی همون موسیقی یهو بک‌گراند وکالای سین اومدن، اصلا یعنی خیلی خفن بود. در رویاهام اینجوری هم که چه حالی میداد. مثلا وقتی همه اینجوری تو حال و دیدیم مثلا کنسرت هایی که مردم میرن تو حال و هوای خودشون، بعد فکر کن یه حالی میداد که همه تو حال و هوای خودشون تو هیئت و اینها هستند. بعد اینجوری باشه که آره حال و هوا، بعد بتونی هر جای بدنت که میخواد طبیعتاً با این آهنگ مدل طبیعتاً تکون بخوره هم تکون بدی. خیلی خفن میشه. anyway این بود تجربه من از نوحه روزه. امیدوارم که براتون جالب بوده باشه. پسر خالم میگفت این جالبه، اگه تو تعریف بکنی. خواستم هم توصیف، اگه میشه توصیف صدا که اینجا مطمئن نیستم، ولی anyway بعد اینجورم که
خب باشه تعریف میکنم. من مثل اینکه سوژه خنده پسر خالم و رفیقاش هستم، به خاطر اینجوری که مثلا پشماشون میریزه که من مثلا چه دیدگاه هایی مثلا براشون مثل اینکه جالبی دارم و اینجوری هم که خب برای پادکست هم حتما جالب میشه دیگه. خب خلاصه این داستان 9 روزه بود. ببینم داستان دیگه دارم بگم یا نه. یه چیز خیلی جالبی که کشف کردم در مورد 9 روزه این بود که یه چیزی هست، یعنی اسمش چی بود، با شاید شین داشت توش، چی بود نمیدونم، ولی literally یکی مثلا میگیره بعد یه جوری خیلی خاصی میزنه توی پیشونیش و میبره. بعد من اینجوری که خب مثلا طرف نمیدونم brain damage به فارسی دقیقا چی میشد، مغز مثلا مغزش آسیب نمیبینه. بعد اینجوری بود که نبین یه مدل کی گفت بهم، ببینید اگه یکی از کسایی که اینو بهم گفته اشتباه گفته من نمیدونم، خب من فقط چیزایی که تجربه دارم میکنم رو میگم. یکی گفتش که نه ببین یه مدل خاصی میزنن اینجوری، یه جوری میزنن که مثلا چیزیشون نمیشه در اصل، فقط سطحی یه چیزی فلان فلون. و اینجوری هم که پشمام. اینم از داستانهای 9 روزه و امیدوارم که برای شما جذاب بوده باشه. مرسی که شنونده من هستید. در قسمت بعدی با هم رو دوباره ملاقات میکنیم.